سلام. برای دوره کلاس هفتم اولین درس رو باید با درس راهبردهای حل مسائل شروع بکنیم، ولی ترجیح من برای درس دادن اینه که این فصل رو توی قالب فصلهای دیگه و حین حل مسائل یاد بگیریم. مثلا برای فصل دوم که اعداد صحیح هستش، ما میتونیم راهبرد رسم شکل رو برای بعضی از مسائل به کار ببریم یا برای فهم بهتر به کار ببریم و اونجا به تدریس اون بخش میپردازیم. اما برای شروع از فصل دوم یعنی اعداد صحیح شروع میکنیم. اعداد صحیح یک داستانی دارن که چرا اصلاً باید اعدادی به نام اعداد صحیح به وجود بیان. همیشه وقتی که ما یه مشکلی داریم و به یه بنبستی میرسیم، به یه دیوار و مانعی برخورد میکنیم، شروع میکنیم به خلاقیت، شروع میکنیم به ساختن چیزای جدید. اگر ما مشکلی نداشته باشیم با وسایل قدیمی، هیچ وقت چیزای جدیدی رو نمیسازیم، یا اگر هم ساخته بشه براش کاربردی پیدا نمیکنیم و زود از بین میره. پس این نشون میده که توی اعداد قدیمی که ما میشناختیم، یعنی مثلا عدد 1 2 3 4 5، این اعداد که ما با اسم اعداد طبیعی میشناسیمشون، یه مشکلی وجود داشته که باعث شده اعدادی به نام اعداد صحیح که دسته جدیدی از اعداد هستن به وجود بیاد. یا عددهای دیگه‌ای هم میشناسیم این بین دیگه، مثلا عدد 1 دوم یا عدد 9 دوم. البته 9 دوم این بره. اعداد کسری رو هم ما میشناسیم، ولی اون مشکل ما رو حتی اعداد کسری هم برطرف نمی‌کرد. پس اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن که باید دسته جدیدی از اعداد رو بسازیم به نام اعداد صحیح. بریم ببینیم که این مشکل چی بودش که باعث شد که اعداد صحیح به وجود بیان اصلا. خب برای اینکه شروع بکنیم به این که بگیم چی شد که اعداد صحیح به وجود اومدن، میتونیم 2 مثال بزنیم. یک مثال آسانسوره که من این مثال رو ترجیح میدم. یه مثال بدهی و طلبه. اینجا 2 مشکل داریم ما که با اعداد طبیعی نمیتونیم اینا رو حل بکنیم و با اعداد کسری هم همینطور. فرض کنید که ما یک آسانسور داریم در یک ساختمونی. جایی که آسانسور وایساده بهش میگیم طبقه همکف. این طبقات بالاتر برن میگیم میشه طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم الی آخر. هر چقدر بگیم که بره بالا این اتفاق میتونه بیفته. اما طبقه همکف رو اسمش رو چی بذاریم؟ این طبقه اوله، اوکی. این طبقه دومه، باشه. این طبقه سومه، قبوله. همکف هم خب با این الگویی که ما میبینیم همکف هم اسمش میشه طبقه 0 دیگه. اینم باشه. اما اگه اومدیم و این ساختمون طبقات زیرزمینی داشت، اسم اینا رو چی بذاریم؟ این مشکل طبقات زیرزمینی یه ساختمون باعث شدش که اعداد صحیح به وجود بیان. اومدن گفتن که خب این میشه 1 زیرزمین. اگر بخوایم طولانی ننویسیم یا این شکلی بنویسیمش. این که 1، اون منفی کنارش، اون خط کنارش، یعنی این که یه دونه رفتیم زیر زمین. دوباره بریم پایین میذاریم اسمش رو طبقه دوم، ولی طبقه دوم زیر زمین، پس باید کنارش علامت منفی رو هم بذاریم. اگه بازم بریم پایین تر میشه طبقه سوم. اما طبقه سوم چی؟ طبقه سوم زیر زمین، پس علامت منفی رو هم کنارش میذاریم. این علامت منفی اومدش باعث حل مشکل شد و اعداد صحیح رو ساخت. اعداد صحیح رو با این علامت نشون میدن، یه زد که کنارش یه دونه خط داره. این اسمشه، نمادشه.
وقتی ما اینو میبینیم میشناسیمش. مثل اینه که ما یه پرچم ببینیم بگیم که آره دیگه این پرچم مال اون کشوره، اینم نمادشه، مثل پرچم. بریم سراغ مثال بعدی که این مشکل رو نشون میده توی اعداد طبیعی. بیاید فرض بکنیم که ما از یکی طلبکاریم. میگیم که چقدر طلب داریم. مثلا میگیم که 10 سکه به ما باید بده طرف. 10 سکه ما طلب داریم از کسی. خب این 10 برای منیه که طلبکارم، اما اون شخصی که به من بدهکاره میگه که من 10 سکه باید به اون طرف بدم، یعنی از پولای من 10 تا سکه باید کم بشه. من 10 تا سکه بدهکاری دارم. برای اینکه ما طلبکاری و بدهکاری رو نشون بدیم و انقدر نگیم که طلبکار بدهکار، این کلمات بزرگ و قلمبه سلمبه رو به کار نبریم، مخصوصا اینکه ریاضی خیلی دوست داره خلاصه پیش بره. توی حساب کتابم برامون آسون تر بشه، طلبکار بودن رو با علامت مثبت نشون میدیم. مثبت 10 یعنی من 10 تا سکه طلب دارم، یعنی 10 تا سکه به اموال من باید اضافه بشه. و بدهکاری رو هم با علامت منفی نشون میدن، میگن 10 تا سکه باید به کسی بدم، باید از پولهای من کم بشه. حالا یه شخصی رو در نظر بگیرید که یکم بنویسم. شخصی رو در نظر بگیرید که این لیست رو برای خودش درست کرد. میگه که من 5 تا سکه از مثلا مغازه‌دار طلب دارم، میشه مثبت 10. 5 تا سکه از همسایه طلب دارم، باز میشه مثبت 10. 7 تا سکم بدهکارم به اون یکی همسایه‌مون. میخواد ببینه که کلاً چقدر پول براش باقی میمونه یا یه چیزی هم باز باید از جیبش بده. چیکار میکنه؟ میاد همه این عددا رو با هم جمع میکنه. اون وقت مشخص میشه که باز طلب داره یا باز بدهکار میمونه آخر سر. 5 با 5 میشه 10، منهای 7 میشه 3. 3 کنارش منفی نداره دیگه، درسته؟ پس در واقع مثبت بوده. این نشون میده که مقدار طلبی که داره از مقدار بدهی که داره بیشتره. یعنی اگر همه حسابش رو صاف و صوف کنه، این 3 تا سکه براش باقی میمونه، یه پولی به پولهای قبلیش اضافه میشه، نه اینکه بدهکار بشه از جیبش باز بخواد پرداخت بکنه. و این علامت مثبت و منفی در قالب جمع و تفریق میتونه خیلی به ما کمک بکنه. این مثال آسانسور و بدهی و طلب یه مثال از دنیایی که ما میتونیم از این اعداد مثبت و اعداد منفی کمک بگیریم. تا اینجای کار من فهمیدم که این مثبت و منفی برای من یه نمادن. پس مثبت و منفی در واقع چی هن؟ یه نمادن. مثل اینه که مثلا من بگم که من فاطمه سکاکی ام. این سکاکی کنار اسم من، فامیل من، یه نماده که نشون میده من مال چه تباری هستم، پدر و مادر من کی بودن. شجره نامه خانوادگی من میتونم با این نماد من پیدا بکنم. پس این مثبت و منفی میتونه به ما بگه که ما طلبکاریم یا بدهکاریم، یا میتونه بگه ما توی طبقات بالای آسانسور هستیم یا تو زیر زمین قرار داریم. الان این نماد خیلی به ما میتونه کمک بکنه. دوماً ما با این نمادها میتونیم اعمال ریاضی رو انجام بدیم. مثلا توی مثال قبلی دیدیم که ما میتونیم باهاش جمع و تفریق بکنیم یا حتی میتونیم ضرب و تقسیم انجام بدیم. این از این قضیه که اصلا اعداد صحیح چی هن؟ چرا به وجود اومدن و به چه دردی میخورن. در واقع ما آمدیم این که چرا به وجود اومده رو توضیح دادیم، ولی این که چطور ازش استفاده بکنیم رو ما هنوز بلد نیستیم. مثل اینه که ما یه دستگاهی بخریم که
تبلیغات به ما گفته که به چه دردی میخوره، چرا باید استفاده بکنیم، چرا من به این دستگاه نیاز دارم، اما هنوز دفترچه راهنمای دستگاه رو من نخوندم که ببینم چطوری ازش استفاده بکنم، چطوری مثلا جمع و تفریق بکنم، چطوری ضرب و تقسیم بکنم، هر نماد رو برای چه عددی قرار بدم و اصلا این نمادها تکلیفشون توی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم چیه. همه اینا رو در ادامه فصل خواهیم دید و همونطور که گفتم توی این فصل قراره که از راهبرد رسم شکل توی حل مسائل کمک بگیریم تا فهم بهتری از اعداد صحیح داشته باشیم.